احترام خاصه داشته باشد، چون که اگر اینها نباشد ما در این زندگی به حیات نمیاییم، در این زندگی آبرو نمیگیریم. از نگاه دنیوی باشد پدر و مادر من نفرانی هستند که توانستند واقعا در اساس ارزش های ملی با طلبات زمان به همه چی ما رو تامین کنند. وقتی من امروز قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیه فرزند را میبینم و ماده 8 و 9 آن را که عهده‌داری پدر و مادر در تربیه و تعلیم جای دارد، بندهای علایده دارد، من افتخار از آن میکنم و امروز شکر مینمایم که پدر و مادر من تا بودن قانون عهده‌داری را اجرا کردند. وقتی که در عائله مهر و محبت باشد، فرزند تربیه درست گیرد، بینند که والدین احترام میکنند تا آخر عمر، نوابسته از آن که وی صاحب زن گشته، صاحب فرزند گشته است، این پدر و مادر خود را احترام میکند. حتی نقلای هم هست که فرزند پدر خود را پشت میگرفت و میرفت به لب جویی که پدر را از جوی پرتوید و پدر میخندید، گریه نمیکرد. فرزند پرسید که چرا شما امروز این گونه مناسبت میکنید، چون که شما را من از حیات محروم میکنم. پدر گشت گفت که روزی میشود من در وقتش بابای تو پدر خود را آورده پرتافته بودم و امروز نوبت من رسید. من در آن میخندم که روزی هم میشود تو از جانب نبیرم پسرم در این احوال گرفتار میشوید. و وقتی فرزند این حالت را میبیند میگوید که در اولاد من عموما در تجربه زندگی من باید روزی بد نرسد، فرزند من به همین کار دست نزند، پدر خود را برمیگرداند به خانه و از همین جا آغاز میگردد احترام والدین در سن پیران سالی. امروز بینید به کنستوسیون کشور نیز تغییر ها وارد کردند و عموما کودکس اولیه نیز فرزند را عهده‌دار میکند که در ایام پیران سالی هنگامی که پدر و مادر از کار میروند به نفقه میبرایند آنها را نگاهبین کنند. من بسیار حالتهایی را در تلویزیون میبینم که فرزند یا که فیلم تصویری هم بود، فرزند پدر و مادر خود یا یکی از آنها را به خانه پیران سالان میبرند.